سلام خدمت همه دوستان عزیز، امیدوارم حال همتون عالی باشه، پر روز پر انرژی باشید. با یه ویدیو دیگه از چنل یوتیوب و آپارات مستر دیجرز و مستر بهشتی در خدمتتون هستیم و توی این ویدیو قراره 3 تا راهکار بهتون بدم که میتونید با انجام دادن این راهکارا عمر باتری گوشیتون رو طولانی کنید، سرعت خالی شدن شارژ گوشیتون رو خیلی کمتر کنید و این 3 تا تنظیمات روی گوشی همه فعاله و خیلی ها ازش خبر ندارن، به هیچ دردمون هم نمیخوره مگر اینکه خیلی 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 حرفه‌ای بخوای از گوشی استفاده بکنی و به یک کدوم اینا نیاز داشته باشی، که اصلا من پیشنهاد میکنم هر 3 تا رو دیسیبل کنی که عمر باتریت خیلی میره بالا، سرعت خالی شدن شارژ گوشیت هم خیلی خیلی کمتر میشه. پس این ویدیو رو حتما نگاه کن و قبل شروع ویدیو ممنونت میشم با لایک و کامنتات از این ویدیو حمایت کنی و اگه چنلمون رو هنوز دنبال نکردی حتما دنبال کنی که باقی ویدیوهامون رو هم ببینی. خب دوستان عزیزم، برای این کار ما نیاز داریم که وارد تنظیمات گوشیمون بشیم. 3 تا از تنظیمات مهمه که میخوایم غیر فعالش کنیم. برای اولین گزینه ما اینجا داخل سرچ می نویسیم print و این گزینه اولی که میاد رو واردش میشیم و بعد از اینکه پرینت رو سرچ کردی وارد یه همچین صفحه میشی که ما با این 2 تا گزینه اول کار داریم. این گزینه اولی اگر روشن بود این رو خاموشش بکنید، بعد وارد قسمت پرینت بشید و هر چند تا گزینه پرینت اینجا دارید رو خاموش کنید. مثلا من الان شیائومی هوم دارم و دیفالت پرینت سرویس دارم که واقعا به کارم نمیاد. حالا این اصلا کار این چیه؟ ببینید این گوشی های اندروید یه بخشی دارن به اسم پرینت که شما میتونید به صورت وایرلس به پرینترها وصل بشید و فایل براشون بفرستید، ولی این جایی کارایی داره که شما پرینتر داشته باشی، پرینترت وایرلس داشته باشه و تعریفش کرده باشی توی گوشید و باهاش کار کنی. پس اگه این کار رو انجام میدی وقتی وارد این صفحه شدی چند تا گزینه برات احتمالا میاره. اون پرینتر خودت رو فقط بذار روشن باشه، باقی رو خاموش کن و اگر هم اصلا این کار رو انجام نمیدی بیا به صورت پیشفرض همه این گزینه‌ای که اینجا داری، حالا من 2 تا دارم شاید شما بیشتر داشته باشی، به صورت پیشفرض اینا رو خاموش کن و این کار باعث میشه که گوشی توی حالت پس زمینه و بک‌گراند هی دنبال پرینتر نگرده و نخواد یه پرینتری پیدا بکنه تا بهش کانکت بشه و همین باعث میشه که شارژ گوشی دیرتر خالی شه و عمر باتری طولانی تر بشه. این از اولین گزینه و اولین تنظیماتی که ما باهاش کار داشتیم. تنظیمات بعدی مجددا از داخل ستینگ گوشیمون سرچ میکنیم nearby device و این گزینه اولی که برامون میاد رو باز میکنیم و این هم خب دیدیم که به صورت پیش‌فرض روشنه، این رو هم باید از توی تنظیمات قبلیمون خاموش بکنیم و خب این گزینه هم خیلی مهمه که حتما روی خاموش باشه تا سرعت شارژ گوشیتون تموم شدن شارژ گوشیتون کمتر بشه و این رو هم خاموش بکنیم. و تنظیمات سوممون مجددا از داخل تنظیمات میایم تا تقریبا انتهای صفحه و گزینه دیجیتال والبینگ اند پرنتال کنترلز اگه اشتباه تلفظ نکرده باشم رو پیدا میکنید، روش کلیک میکنید. این تنظیمات یه تنظیمات داخل گوشی که میاد چک میکنه که مثلا شما امروز گوشیت صفحش چقدر روشن بوده، چقدرشو مثلا بازی کردی، چقدرشو توی شبکه‌های اجتماعی بودی، اینجا سوشال داره بهت نشون میده و پایینتر که میای میبینی مثلا داخل اینستاگرام بودی، توی حالا هر اپلیکیشنی بودی چند ساعت و اینا اینجا بهت نشون میده و یه سری حالا چیزای دیگه که میگه چقدر مثلا رانندگی کردی، چقدر راه رفتی، چقدر موزیک و اینا گوش دادی و یه سری پایش هایی هستش که به صورت پیش‌فرض روی گوشی اندروید انجام میشه که کار اینه که مثلا هر هفته یا هر یه ماه هر روز یه گزارشی براتون آماده میکنه و بهتون میده. خیلی ها اصلا از این قابلیت خبر نداشتیم و اصلا ازش استفاده نمیکردیم و همین الان که من بهتون گفتم شاید تازه متوجه شد گفتید چه چیز خفنی، ولی واقعا این قابلیت کاربردی نیست و شاید اصلا شما توی طول روز اصلا وارد این صفحه نشید و صرفا این یک
اسکرین داره روی گوشی شما تو پس زمینه انجام میده و یه باتری از گوشیتون میگیره و یه حالا سرعتی از گوشیتون میگیره. ولی به نظر من این گزینه هم اگر خاموش باشه هم سرعت گوشیتون تندتر میشه، هم سرعت تموم شدن شارژ گوشیتون تندتر میشه، کمتر میشه ببخشید. برای خاموش کردن این گزینه هم وقتی وارد این صفحه میشین اینجا سه نقطه رو کلیک میکنین، روی گزینه ستینگ کلیک میکنید و از این قسمت گزینه یوزیج دیتا اکسس رو کلیک میکنی، مجددا ستینگ رو میزنی و این گزینه رو خاموش میکنی که به دیتا دسترسی نداشته باشه و 24 ساعته پس زمینه گوشید پایش نکنه اصطلاحاً تو رو، و همین کارم باز کلی کمک میکنه به دیرتر تمام شدن شارژ گوشید. من فکر میکنم که اصلا شما هیچ کدوم از این قابلیت ها رو خبر نداشتی که توی گوشید هست، چه برسه به این که فعالم باشه و ازش استفاده بکنی. پس خیلی راحت میتونی با خاموش کردن این قابلیت ها هم سرعت گوشیتو بهینه تر کنی، هم مصرف شارژ گوشیتو کمتر کنی. امیدوارم که از این ویدیو خوشت اومده باشه. من داخل کانالم هر روز براتون سعی میکنم از این ترفندا آماده بکنم و در اختیارتون قرار بدم. پس حتما اگه از این ویدیو خوشتون اومده حتما کانال ما رو دنبال کنید و سایر ویدیوهامون رو هم ببینید. خیلی مخلصم، تا یه روز دیگه و یه ویدیوی دیگه. یا هم